اسب سفیدش را آذرخش نامیده بود. هر صبح پیش از طلوع آفتاب به استبل میرفت و پوزه گرمش را در کف دستش احساس میکرد. امروز اما متفاوت بود. مسابقه نهایی بود. در جایگاه استارت، آذرخش بیقرار سم میکوبید. سوت تان شد و آنها مانند تیری از کمان رها شدند. باد در گوشهای نیا پیچید. در پیچ خطرناک مسیر، اسب ناگهان لنگید. نیا قلبش را در سینه حس کرد. زمین خوردن در اینجا به معنای پایان بود. اما به جای کشیدن افسار، خم شد و در گوش آذرخش زمزمه کرد: میفهمم. ترسیدی؟ دستش را روی گردن مرطوب اسب کشید. تماس گرم کف دستش با پوست لرزان آذرخش ریتمی آرام ایجاد کرد. برای لحظه‌ای زمان ایستاد. سپس با حرکتی نرم فشار پاهایش را تغییر داد. آذرخش گوش تیز کرد. دیگر مسابقه نبود، رقصی بود بین دو موجود که به یکدیگر اعتماد داشتند. آهسته، بسیار آهسته، از پیچ گذشتند. دیگر آخرین نبودند، اما هزار برای آنها کف می‌زدند. وقتی از خط پایان عبور کردند، نه به شماره روی تابلو نگاه کرد، نه به جایگاه. پیشانی را روی یال اسبش گذاشت و در چشمان قهوه‌های عمیقش چیزهایی خواند که هیچ جایزهایی ارزشش را نداشت: اعتماد بازیافته، ترس کنکورد و دلیلی قوی‌تر از برد. آن روز هر دو یاد گرفتند که گاهی آرام عبور کردن از خط پایان شجاعتی بزرگتر از اول آمدن دارد.